در دایره لایحه کدکس نو جنایی تاجیکستان بندی مخصوص برای پیشگیری از خشونت خانوادگی پیشنهاد شده است. در این باره در نشست خبری وزارت عدلیه تاجیکستان در دوشنبه اطلاع دادند. وابسته به زورواری در اویله در لایحه کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان که در تحریر نو آماده شده است پیشنهاد کرده شده است. لیکن باید ذکر نماییم که لایحه کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو در موافقت با وزارت اداره تقدیر برای بررسی به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است و عین حال لایحه مذکور در بررسی و آموزش حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در قانونگذاری تاجیکستان در مسئله پیشگیری زوراوری در خانواده قانون عمل می کند، ولی آن تنها نمادهای خشونت و سوبیکتان نظارت برنده را شرح می دهد. حقوقشناس خسرو ذکراللهیف علاوه شدن بند مخصوص برای خشونت از خانوادگی را در کدکس جنایی امر ضروری می داند. ضرورتی در کدکس جنایتی درباره مسئله همین خشونت خانوادگی در آوردن تغییرات از ماده علاوه در حال حاضر ضرور است. برای چی؟ خصوصیت قانون این تنظیم نمودن مناسبت‌های جمعیتی است. این مناسبت جمعیتی و امروز ما بسیار دچار میشیم، بسیار مشاهده میکنیم حالت زیاد شدن خشونت خانوادگی تا درجه میبرن که ضرر وزنی، ضرر میانه به سلامتی میرسونن یا که در بعضی حالت‌ها به درجه آورده میرسونن که همون شخصی تحت خشونت خانوادگی قرار داشته شده تا به حدی میرسد که همون نفرها قصد به خودکشی میزنند. یک پرسش سر راهی رادیوی آزادی نیز نشان داد که ساکنان در این مسئله نظرهای گوناگون دارند. من اکنون جزا دادن با طرفدار نیستم. همون فقط مصلحت نصیحت کردن در کار، چون که فهموندن در کار یا شویم آیا میفهمن آیا نمیفهمن آیا عصبی میشن، همون گپی نقص کتی فهمونن با خیالم همون نغزی با میبیارد ده، چون که اویله با میشد این همون یوشم همون آدمی جهل دارم پگه کلو میشد، پدر میشد، مادر میشد، باید ای فرزندش بعد میبیند. همون با جزا میگم در کار نه، فقط نصیحت. حکم البته همین بفهمه که جزا سخته همون کار میشون خطای راه نمیته میسون در اویله. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیاده برای محو خشونت خانوادگی، هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می شود. به حساب میانه از 5 زن کمش یک مورد خشونت قرار گرفته، 3 زنان و دختران از دست شوهر، برادر یا خویشاوندان دیگر عذاب می‌کشند. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده که 67% در تاجیکستان بر این باورند که زوراوری به زن در عائله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لطوکوب زن جایز است.